از دختری بد زنی خوب نمی شود. زنت را درست انتخاب کن، زیرا 90% خوشبختی و بدبختیت از او وابستگی دارد. بهترین زن آن است که به شوهرش محبت ظاهر می کند. زنی هست که خانه می سازد و زنی هست که خانه می سوزاند. زیبایی زن تنها بعد از دوستداری پیدا می گردد. یکی از وظیفه های زن پس از خواب رفتن کودک خواب رفتن است. زن اقتصاددان اموال شوهرش را سرفکارانه استفاده می برد و بر عائله برکت می آورد. در دنیا 4 نعمت است. با آن شخصی که این 4 نعمت نصیب می گردد در دنیا و آخرت خیرش را می بیند. زبان ذکر کننده، قلب شکر کننده، بدنی که به درد و غم طاقت می کند و زنی صالحه. زنی صالحه برای شوهرش نعمت جنت است و زنی بد عذاب جهنم. زنی صالحه باش تا برای شوهرت نعمت جنت باشی. زنی که فرزندش را گم می کند، هر روزی نو برایش روزی اول است و این غم پیر نمی گردد. یکی از مهمترین کار انسان در حیات انتخاب همسری خوب است. انتخاب کردن زن و مثل انتخاب کردن کتاب است. جلد زیبای کتاب انسان را به خود جلب می کند، درونش که خوب نباشد تا به آخر خواندنش خیلی دشوار است.